به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه دانش و سنجش، هر یک شما را خوش آمدید میگم. واقعا روز جمعه است و ما و شما و اکثریت از ما و شما این لحظه ها انتظار بودیم که کی برنامه دانش و سنجش آغاز می شود و این لحظه ها برنامه دانش و سنجش پیشنهادی شما می شود و از شما خواهش میکنم احترامانه از سر آغاز برنامه ما را که این لحظه ها مستقیم است و هر یک از شما میتوانید در آن مستقیم، یعنی در افیری پخش زنده اشتراک کنید و دوستانتان و نزدیکانتان روان کنید. در واقع در بعضی منطقه ها بسیار سرد است باد و هوا. در جای ما تقریبا امروز 11-12 درجه خنک است و امید میکنیم که برنامه ما در جایهایی که خیلی سرد و خنک است آنجا گرمی برای شما و برای اهل پیوندان شما میبخشد. خب در آن جاهایی که گرم است البته سلقینی. و چون همیشگی من میخواستم از ترجمه معنای آیت قرآن آغاز کنم، این لحظه ها در سوره نور آیت 31 الله تعالی میفرماید ای مؤمنان همه به درگاه الله توبه کنید باشد که رستگار شوید. یا اینکه در سوره هود به همین معنا از پروردگار خود آمرزش طلب کنید و سپس به سویش بازگردید، یعنی توبه کنید رستگار شوید. و یا در سوره تحریم آیت 8 ای مسلمانان به سوی الله بازگشتید پاک و ناب نمایید. و در واقع ما که هر روز آدمی هستیم، انسان خواه و ناخواه گناه میکند و بهترین ما و شما، بهترین مؤمنان، بهترین ایمان آوردگان توبه کنندگان است و الله تعالی توبه کننده را دوست می‌دارد، چنانه که خود شما نوکک این لحظه ها از بعضی آیات های قرآن کریم از ترجمه معنا شنیدید. از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت است که گفت از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود سوگند به الله که من هر روز بیش از 70 بار از خدا آمرزش طلبیده به درگاه او توبه میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند. و از این برمی آید که ما و شما دوستان عزیز، برادران گرامی، باید که همیشگی به درگاه الله سبحانه و تعالی بازگردیم و توبه کنیم. خب تماشابینان عزیز، اگر همه از ما و شما آماده باشیم و همه از ما و شما اگر این لحظه ها تیار باشیم، من قسمتی اولی بازی دانش، آزمون دانش و سنجش را پیشکش شما میکنم. در واقع وقتی که آزمون میگویند همگان بعضی چیزهایی که مثلا دل قبول نمی کند آن را به یاد می آورند. یعنی این آزمون ما به مانند آن آزمون ها نیست. تماشابینان عزیز، امروز بسیار قمار را من چون در شبکه قرآن دستور عمل انسان در صحف یک چند نوار را تقسیم کردم درباره قمار بود. واقعا یک بدبختی امروز همین قمار آورده است و باز آن را نامش را آزمون میگویند و مردم را فریب میکنند، همدیگر را فریب میکنند و مردم عادی از آن فریب میخورند و چندین ببخشید اینجا من نشنیدم خودم. خب چندین نفرها حتی خانه های خودشان را از دست دادند از دست همین گونه قمار بازها. تماشابینان عزیز، یعنی نامش را، نامی همون قمارشان را آزمون اعلان کردند و اما مردم فریبی دارند. پرهیز کنید تماشابینان گرامی، احتیاط باشید، واقعا احتیاط باشید، چون نفس به نفس داده می شوند بعضی ها. یعنی من یک کمی پول کار میکنم به این واسطه گفته نمیدونند که فریب میخورند
از این حالت ها احتیاط باشد دوستان عزیز، چون بعد از اون که فریب خوردند باز دوام دادن میخواهند یا میگویند که باز کمی دیگر مبلغ گذاری، باز مبلغ خودت را به دست میگیری. این همه فریب است دوستان عزیز. احتیاط باشد، احتیاط باشد و داده نشوید، فریفته نشوید به این گونه فحشا. دیگر چگونه گفته می شود به این گونه نمیدونم مردم فریبی، حالا که در آیت های قرآن است که این گناه است. برای همین تماشابینان عزیز توبه کنید. آنهایی که شاید فریفته شده بودند، شاید بازی میکردند این گونه آزمون هایی که امروز پر شده است در کانال های یوتیوبی، برای بعضی ها آرزو میکنند که من صاحب ماشین شوم، یک بلیط خرم ماشین برد میکنم. به مثل شما به هزارها شاید 10,000 نفر به مبلغی حتی کم باشد هم 100 روبل 200 روبل باشد هم بلیط را میفروشند و الله اعلم یگان نفر برد میکند یا کی برد نمیکند یا اینکه باز چی گپ و چی کارها میشود در اون بین. از این خاطر احتیاط باشید تماشابینان عزیز. خب اکنون این آزمونی که شما این لحظه ها اشتراک میکنید، این واقعا آزمون است. این واقعا به قول خود ما و شما کانکورس است. بگذار کانکورس باشد. این برنامه دانش و سنجش نام دارد. در این برنامه شما مبلغ نمیگذارید، اما علم خودتان را میسنجید، دانش خودتان را میسنجید. خب درباره دانش ما باز گفته میگذاریم در دوام یعنی همین برنامه، چون بعضی از سوالهای ما مربوط است به علم و به دانش. انشاءالله. بارک الله. خب تماشابینان عزیز، من میبینم که الکی یک چند نفر تماشابینان عزیزی ما همه داخل شدند به کنکورس بی پولی ما. الحمدلله. خیلی خوب، خیلی خوب. بیایید از 10 سوال عبارت است قسمتی برنامه ما و شما در این قسمت این لحظه اشتراک میکنیم و بعد از آن باز دانش ها را میسنجیم انشاءالله. بسم الله. قسمت اولی برنامه ما. نوا را روان کنید به دوستانتان. وقتی که نابینا به نزد محمد صلی الله علیه و سلم آمد، کدام سوره نازل شد؟ از آن وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید روی اکران. عبسه، نور، نبع، بقره کدامش درست است؟ از وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید تماشا بینم. 30 ثانیه وقت داریم و در مدت 30 ثانیه جواب های درست شما به ما آماده میرسد. خیلی خوب تماشابینان عزیز، اکثریت جواب های درست گفتند، یعنی 6 نفر 9 نفر جواب خطا گفتند. سوره عبسه. بله، وقتی نابینا نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید سوره عبسه نازل شد. همین جوابی درست بود. آنهایی که در جایهای اول هستند شما روی اکران میبینید. خب با سوالی دیگر میگذاریم تماشابینان گرامی. یاری الله آید مردم گروه گروه به دین الله می درآیند. دوام دهید. عبادت کن وی را از او بخشش پرس، به گروه تقسیم بشو، صدقه کن به خاطر الله. کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید تماشابینان عزیز؟ خیلی خوب، خیلی خوب. میبینیم که چند نفر جواب های درست گفتند. 2 نفر همگی جوابی درست گفتند. ما و شما این لحظه بیایید سوره رقمی سوره نصر را نگاه میکنیم که در آیت 3 چی آمده است.
پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او بخشایش بخواه که او توبه پذیر است. یعنی بخشش بپرسم آنهایی که رنگ سبز را زیر کردید. جوابهای شما درست بود تماشاگران گرامی. اینک به آنهایی که در جایهای اول هستند شما رو اکران میبینید تماشاگران گرامی. ما و شما دوام میدهیم این لحظه ها. خب سوالی رقم 3. و فرمانی که قرآن کتابت کرده شد عثمان، حمزه، علی، ابوبکر، الله از همه آنها راضی باد کدامش درست است؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید رقمی درست رنگی درست را زیر کنید. بله درست است تماشاگران عزیز. اکثریت جواب‌های درست گفتند. ابوبکر الله از وی راضی باشد. به فرمان ابوبکر الله از وی راضی باشد قرآن کتابت کرده شد. اکثریت عثمان را نیز زیر کردند چون در دوره عثمان الله از وی راضی بود به یک نسخه جمع کرده شده بود. اما به فرمانی که یعنی کتابت شدن به فرمانی بعد از گذشتن رسول الله صلی الله علیه وسلم با فرمان ابوبکر رضی الله عنه کتاب قرآن کتابت شد. و خب میبینیم کیها به پیش برآمدند. شما میبینید رقیه، ابوبکر، مهاجر، شریف، محمد، اونهایی که در جایهای نمایان هستید. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. دوام میدهیم. قرآن به چند جز تقسیم می شود؟ بسیار سوال عادی و آسان است. 3 تا، 114 تا، 30 تا، 10 تا کدامش درست است؟ علی عمر درست گفتید. اب درست گفتید. منوچهر درست گفتید. ایوان هم جوابی درست گفتند. خیلی خوب. و آنهایی که در داخل برنامه ما هستند قریب همگی جواب‌هایتان درست بود. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. بله 30 جز. آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید تماشاگران گرامی. دوام میدهیم. به سوال دیگر گذاریم. در کدام سوره بسم الله 2 بار تکرار می شود؟ نمل، عنکبوت، سبع، نخل کدامش درست است؟ جواب‌های شما تماشاگران عزیز فعال باشید. هر کسی که زودتر جوابی درست را زیر می کند به صف پیش می براید انشاءالله. خیلی خوب. و من میبینم که اکثریت جواب‌های درست گفتند. بله سوره نمل بسم الله 2 مراتب در این سوره تکرار کرده می شود. در آیت 30 برای آنهایی که مثلا میخواهند در خاطرشان ماند شما میتوانید به خودتان در یک دفترچه نوشته کنید. چون در بعضی حالتها و نمی سوال پیدا می شود و نمیدانند که در کجا بود. یعنی فراموش میکنیم. از این خاطر اگر خواهید که در یادتان ایستد شما این لحظه ها با خودتان در دفترچه‌تان قید کنید. سوره النمل آیت 30. ترجمه معنا: نامه سلیمان است و این است به نام الله بخشاینده مهربان. و در آغاز همین سوره نیز به نام الله بخشاینده مهربان گفته می شود. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفته می شود و باز در بینش در آیت 30 نیز تکرار می شود. یعنی همان نامه از سلیمان است و سرآغازش به نام الله بخشاینده مهربان نوشته می شود. و تماشاگران گرامی آنهایی که در جایهای اول
هستند شما این لحظه روی اکران میبینید. معاذ، شریف و همان هایی که روی اکران هستند شما این لحظه میبینید. یگانه سوره که به بسم الله آغاز می شود. جواب های شما. وریانت های درست را انتخاب کنید. نیسا، توبه، آل عمران یا فتح. کدامش درست است از وریانت هایی که شما این لحظه می بینید؟ خب میبینم که الان همه جواب‌های درست گفتند و قریب همه جواب‌های درست گفتند. بله، سوره توبه و یا براءت هم میگویند این سوره را به بسم الله آغاز می شود و قریب همه جواب‌های درست گفتید. آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید. عبدالله، ابوبکر، منوچهر، مریم، ابو هریره. من میبینم چند نفر رو که در جاهای اول هستند. کدام از این سوره ها را مادری قرآن می نامند؟ بارها ما این سوال را استفاده کردیم و باری دیگر نیست. فاتحه، اخلاص، کهف و یا یاسین کدامش درست است؟ رنگی درست را انتخاب کنید و زیر کنید. تماشاگران گرامی، هجده نفر قریب همه جواب درست گفتند. بله، سوره فاتحه را مادری سوره ها در قرآن میگویند. آنهایی که در جاهای اول هستند روی اکران میبینید. تماشاگران گرامی، دوام میدهیم. موافق قرآن الله چند نوع چارپایان بیافرید؟ 3، 8، 6 و یا 10. انا این سوالی عجیب است. آیا همه در خاطر دارند یا نه؟ سوره الزمر آیت 6. مشکل بود، اما من میبینم که اکثریت از شما تماشاگران گرامی جوابای درست گفتید. بله، 8. بهترین، ماشاءالله. و من این لحظه میخوام همین آیت را ترجمه معنایش را برای شما خوانم. تماشاگران عزیز با دقت گوش کنید، چون پند است. ای مردم، شما را از یک تن بیافرید که آدم علیه السلام است و از آن یک تن زنش حوا را آفرید و برایتان از چارپایان 8 جفت بیافرید، نر و ماده از شتر، گاو، گوسفند و بز. شما را در شکم مادرانتان در چند مرحله در درون تاریکی های 3 گانه آفرینش بخشید. این الله یکتا که همه این چیزها را بیافرید، پروردگاری حقیقی و معبود شماست. فرمان روایی در دنیا و آخرت از آن اوست. الله برحق جز او نیست. پس چگونه از عبادت وی به سوی پرستش دیگران برگردانده می شود؟ سوال. تفسیر ابن کثیر. و از همین آیت معلوم می شود که در قرآن کریم الله تعالی 8 جفت یا 8 نوع چارپایان را آفریده است. و میبینیم که در جاهای اول هستند و به دیگر سوال میگذاریم. خیلی خوب تماشاگران عزیز، سوالی رقم 9. سجین چیست؟ کتاب اعمال بدی کافران و موافق نسخه دیگر جای دوزخ در نزد درهام، یکی از نمودی عذاب نمیدانم یا این چقوری هفتمی زمینی دوزخ کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید. سجین چیست؟ مطففین، سوره مطففین از آیت 7 سر می شود و دوام می یابد.
قوه ها تماشابینان عزیز قریب برابر بود. انا همین جا این لحظه ها اکثریت گفتند که نمیدونستم چرا من رنگی سرخ را انتخاب نکردم و این لحظه ها من میدونم که این لحظه ها شما بسیار در خانه رقابت زور می شود و رقابت خیلی خوب هم هست در خانه. حتی به همدیگر بعدی که خطا کردند، اکثریت که درست جواب داده بودند به سوال ها، اینجا آمدند و جواب خطا شد و من میفهمم که چگونه حالت می شود تماشابینان عزیز. بله، جواب درست چقوری هفتم زمین دوزخ. بیاید اکنون به همین سوره برمیگردیم و در این حالت ها چی گفته می شود؟ لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی که نیست قوتی به جز قوه بزرگتر از قوه الله تعالی. و خب تماشابینان عزیز برمیگردیم به ترجمه معنای سوره. سوره مطففین آیت 7. حقا که البته اعمال بدکاران نوشته شده در سجین است. و تو چی میدانی؟ و تو چی میدانی آن تنگی چیست؟ همانا آن جای زندان است که در عذابی در داور است، در دوامش. و برایشان کتاب نوشته شده، نه در آن چیز افزوده می شود و نه کم کرده می شود. در آن روز وای بر حال دروغ شمارندگان یا دروغ برارندگان، آنان که روزی جزا را دروغ می حسابیدند. بعضی ها می گویند ما از کجا می دانیم کی رفته آمده است؟ انا همین است نقص ایمان بر آنها فایده نمی بخشد. تماشابینان عزیز، چون آیت ها را ببینید در سوره مطففین چی گفته شده است؟ آنان که روزی جزا را دروغ می حسابند، یعنی آنهایی که این واسه به ما و شما میگویند، در نزد ما و شما هستند. بعضی ها یار دوستان ما، نزدیکان ما، کی رفته سو آمده است، کی مرده است و زنده شده است و به ما میگوید که روزی جزا هست یا نه. بسیار این گونه مردم خیلی زیاد هستند. برای شما هوشدار است، برای شما هوشدار است. شنوید، گوش کنید، گوشهایتان را گشایید و گوش کنید. آنان که روزی جزا را دروغ می حسابیدند و آن روز را بجز هر ستمگری گناهگار کسی دروغ نمی شمارد. یعنی درباره شما آمده است آنهایی که دروغ می شمارید و آن روز را بجز هر ستمگری گناهگار کسی دروغ نمی شمارد. یعنی شما را الله تعالی گفته است که ستمگری گناهگار. از الله بترسید، توبه کنید و بازگردید. دوامش را میخوانیم. چون آیات ما بر او خوانده شد گفت افسانه های پیشینیان است. امر چنین نیست که میپندارند، بلکه آن کلام الله است و به طریق وحی به سوی پیامبرش فرستاده شده است. چنین نیست که میگویند، بلکه کارهایی که کرده بودند از گناه بر دلهایشان غالب شده زنگ بسته است. چنین نیست که میگویند بیگمان آنان در آن روز از دیدار پروردگارشان محروم باشند. الله پناه نگه دارد. پس آنها به جهنم درآیند، حرارت گرمی آن را میچشند. سپس به آنها گفته می شود این است آنچه دروغش می شمردید. الله پناه نگه دارد. و عوض شوید، دیگر شوید. آنهایی که ایمانشان ضعیف است و میگویند که کی دیده است و کی شنیده است و کی رفته است و آمده است، به شما توصیه که حداقل قرآن را به زبان عربی نمیفهمیم اکثریت از ما و شما. به کدام زبانی که دوست می‌دارید بخوانید، ترجمه معنا را بخوانید، تفسیرش را خوانید، تا که یک ذره دل شما گشاده شود. حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم را خوانید تا که یک ذره دل شما باز شود، تا به مانندی آن همان تاکید کردگان الله تعالی از آنها نباشید. و خب تماشابینان عزیز، ما این
لحظه دوام میدیم. آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید: مریم، ابوبکر، معاذ، منوچهر، محمد. و به چی نزدیک نشوید. کار زیشت و راه ناپسند است. جای نقطه را پر کنید. جادوگری، فریب، زنا، پرسنت، کدامش درست است؟ البته همهشان چیزهایی که شما این لحظه ها میبینید درست نیست، ولی ما موافق سوره اسراء اینجا در نظر داریم. الله تعالی چی را گفته است، چی را در نظر دارد، چی را گفته است، چی را تاکید کرده است. خیلی خوب، اکثریت جوابهای درست گفتند. بله، به زنا نزدیک نشوید. نگفته است که زنا نکنید. تماشابینان عزیز، به زنا نزدیک نشوید. فرق از زنا نکنید و زنا نزدیک نشوید خیلی کلان است. الله نگاه دارد. امروز الله تعالی گناهی اکثریت از ما و شما رو پنهان میکند. آن زناکاران خیلی زیاد شدند و هستند. الله شما را و ما را به راه راست هدایت کند. توبه کنید، بازگردید به سوی الله تعالی و به زنا نزدیک نشوید. چقدر معنای بزرگ داشته است. الله پاک است. از این خاطر توبه کرده بازگردید. تماشابینان عزیز، من بسیاری ها را میشناسم، میدونم. خب شهرت آنها را، چشماشان را پرده کرده است، گوشهایشان را پرده گرفته است و از این سبب از هوش به هوش هم شدند. و بسیاری را شهرت، خب بسیاری نفران را وقتی که می آید آن همان شهرت در کتفشان برداشته نمی توانند. این سنجش الله تعالی از شما را. هر کس نمی تواند شهرت را بردارد، چون مشهور شد، همگان می شناسند، همگان تعریف می کنند، بالای دستشان، بالای سرشان برداشته می گردند و این عزت را شاید الله تعالی نصیب گرداند، اما سنجش است در این عزت برای شما. چگونه استفاده میکنید؟ و عزت از عزت باز هم فرق میکند. مثلا بعضی مردم در بعضی کارهای شهرت یافتند که آن خلاف شریعت اسلام است، آن خلاف دین یعنی همون مسلمان است. چون آن چیزی که الله تعالی من کرده است، نهی کرده است، برعکس از چیزی که الله تعالی نهی کرده است، من کرده است، همون کار رو میکند و شهرت مییابد و فکر میکند که این است معنای زندگی. اما شما خطا میکنید. فکر نکنید که سراینده بودن و نوازنده بودن و رقاصه بودن و لشکر شیطان بودن برای شما و از این شهرت یافتن به شما بردباری می آورد. چون این دنیا کوتاه است. عمر هر روز به روز کم می شود. دیروزک 2023 بود، امروز الکی 2024 شد. یعنی از عمر چقدر دیگر گذشت و اکثریت از شما به توبه مرده می روید و به کجا می روید؟ از این خاطر بسیار هم اندیشه کنید. الله تعالی داد است و الله تعالی سنجید است، یعنی سنجش برای شما و شما از این سنجش چگونه میگذارید؟ حالا هم وقت دارید. بعضی از شما شاید در گذشته دوستان نزدیکی من بودند،
حالا هم شاید شما این لحظه تماشا میکنید. فکر نکنید که انا همون عزت و اکرامی که امروز شما دارید بر فایده شما در روزی جزا خواهد بود. نه، بلکه همه بر ضرر شما می شود. شما فکر نکنید که این پول و مال و چون ما درباره جمع کردن پول و مال و یا اولاد و گفته گذاشته بودیم، این همه فتنه است، فتنه دنیایی برای شما است و چقدر شما به این داده می شود گرفتار می شود. و اون وقتی خودتان را که خیلی کم است، خیلی کم باقی مانده است، چون ما و شما نمیدانیم که کی از این دنیا مرده می رویم، چون دیدیم که نزدیکان ما میمرند و گذشتند و رفتند و مانند این پیامبران مردند و رفتند، ما نیز میمریم میرویم. از این خاطر حالا هم وقت دارید اصلاح شوید و به زنا نزدیکی نکنید، چون ما از زنا گذشتیم و دیگر موضوع گذشتیم. چون شهرت که آمد، انسان هم به زنا نزدیک می شود، هم به فحشای دیگر نزدیک می شود، عرق خوری می کند، یا اینکه در گذشته چندین نفران را میدانستیم میشناختیم که نشأه‌مند می شوند و یعنی شهرت را برداشته نمیتوانند و زناکار می شوند، نشأه‌مند می شوند، عرق خور می شوند و در همین بالای گناه به گناه، یک گناه های دیگر را باز می آورد. در بالای گناه ملک الموت می آید و جان شما را می گیرد. ببینید چی می شود. توبه توبه توبه، خودی حاضر توبه کنید و یک بار دیگر لا اله الا الله گوید، محمد رسول الله گفته، بازگردید به دین خودتان. و اکنون قسمت خوبی برنامه ما آمده رسید که ها جاهای بهترین را این لحظه صداوار شدند. جای سیوم شریف مبارک باشد، دوم مریم مبارک باشد، ابوبکر جای اول. تبریک میکنم شما را صمیمانه. واقعا بهترین برد، بهترین رقابت بود. و اونهایی که در جاهای خوب بودند، تماشابینان عزیز، شما روی اکران واسه میبینید. ببینید چند نفر اشتراک کردند. خیلی خوب. من قسمتی دیگری برنامه رو این لحظه آغاز میکنم تماشابینان عزیز، تا که توانیم با شما در یک قسمتی دیگری برنامه نیز اشتراک داشته باشیم. مرحمت داخل شوید، مرحمت نوار رو اگر به دیگران روان نکرده باشد فرستید تا که دیگران نیز در برنامه ما اشتراک کنند. بعضی ها میگویند که روز برنامه رو معین کن، وقتش را گوی. گفته در زیر شهر برای ما می نویسند. تماشابینان عزیز و گرامی، قریب که چندین هفته است که برنامه ما در یک وقت و ساعت تقدیم شما می شود. یعنی انا همین وقت و ساعت 8 با ساعتی، یعنی 20 با ساعتی مسکو، ساعتی 18 با وقت اروپا، تقریبا که همه وقت یک خیل است. از این خاطر تماشابینان عزیز فراموش نکنید، آنهایی که به شبکه ما آبونه هستند به طور اتوماتیکی به شما خبر می آید که برنامه آغاز شده است. و آنهایی که آبونه نیستید، حداقل به تلفن موبیلی خودتان، هم جایی که بودلنیک است در آنجا به خودتان یک یادرسی مانید تا که همین وقت و ساعت برنامه ما آغاز می شود. خب شاید هفته دیگر و یک دو هفته دیگر برنامه نمی شود، چون با بعضی سبب های تکنیکی شاید ما برنامه رو آماده کردن نتوانیم. اما من کوشش میکنم، به هر حال من کوشش میکنم تماشابینان عزیز. شاید امروز برنامه باشد که یک طولی بعد از این طوری چند مدت، چند هفته برنامه
شاید که برایتان پیشنهاد کرده نشود. به هر حال شما شبکه را به دیگران توصیه دهید، عبور نشوید به شبکه ما، چون واقعا وقتی خودمان را ما در بگذراندن این برنامه یک راحت میکنیم ما و شما، چون همه از آیات‌های قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و شما میبینید الکی 24 نفر داخل برنامه ما شدن. من خیلی خرسند هستم، 25 نفر شدیم و این رقابتی این لحظه اینه ما، یعنی این دفعه ما بسیار هم خوب خواهد شد انشاءالله، امیدوار هستیم. بسم الله. سوال اول: کتاب‌های مقدس آسمانی چند تا؟ 10 تا، 4 تا، 1 تا، 6 تا؟ کدامش درست از آن وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید؟ رقیه درست گفتید در زیر چت ما. ولی آنهایی که 4 تا را انتخاب کردند 20 نفر، جوابهایتان درست بود. ابوبکر، مریم، واریس، شریف، ما از آنهایی که در جاهای اول هستید. به سوال دیگر میگذاریم. کدامی از اینها کتاب‌های آسمانی؟ خب حدیث بخاری و مسلم، قرآن، فقه اکبر، زبور، فرض عین، تورات، انجیل، زبور، فرقان و یا قرآن، شاهنامه، یتیم عینی، کدامش درست است؟ از آن وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید زیر رنگ ها تماشابینان عزیز، کدامی از اینها کتاب های آسمانی است؟ خب 25 نفر جواب دادند الکی، باز چند نفر دیگر باقی ماندند. زیر کنید رنگ درست را. آفرین، ماشاءالله. تورات و انجیل و زبور و قرآن و یا فرقان. همین جواب درست است. جواب ها تماشابینان عزیز. یک نفر گفتند که حدیث بخاری و مسلم، یک نفر دیگر قرآن، فقه، فرض عین را نیز انتخاب کردند. اما جواب درست تماشابینان عزیز تورات، انجیل، زبور و فرقان. تبریک میکنم همان هایی که جواب هایشان درست بود. سوال دیگر: شخصی که به یگان سخن به رسولی محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، کدام از این وریانت ها؟ بلال، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی ابن ابو طالب، الله از همه آنها راضی باد. کدامش درست است؟ شخصی که به یگان سخن، به چیزی به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، یعنی دید، واخورد، وقتی که شنید از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر ایمان آورد. کدام از این نفران؟ 17 نفر جوابهای درست گفتند. ابوبکر صدیق. بله درست جواب شما. آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید. افنان، عبدالله، ابوبکر، الشرف، مبارک باشد. بهترین رقابت. پیامبران گفتند از ما طلا و زر و نقره میراث نمیماند، بلکه کرسی و قصر، حدیث و روایت ها، علم و دانش، تلاوت آیات ها. کدامش درست است؟ پیامبران گفتند از ما طلا و زر و نقره میراث نمیماند، بلکه چی میراث ماند از پیامبران به ما؟ میراث پیامبران چیست؟ ماشاءالله، بهترین. بله، علم و دانش. میراث پیامبران علم و دانش است. تماشابینان عزیز، برنامه ما مانند است. الحمدلله، الله پاک است. این برنامه ما دانش و سنجش نام دارد. علم را میگیرید، یعنی دانش را میگیرید و آن را میسنجید. البته خیلی فرسخ ها و حتی
فرق هم نمیگویم بین آن. بعضی ها قمار را امروز آزمون و کانکورس نامیدند. بین این برنامه ما و بین آن برنامه ها فرق نیست. یعنی یگان تفاوت نیست. یعنی به میزان ما گذاشته نمی شود. اما ما چون نامش که مانند است و آنها نیز آزمون میگویند، ما نیز آزمون میگوییم، از این خاطر من یادرس میشوم و از این خاطر یادرس شدم امروز در آغاز برنامه. تماشابینان عزیز، از آن قمار پرهیز کنید، اما به این بازی، یعنی به این رقابت، به این طلب علم نزدیک شوید. برد میکنید. اینجا جای باختن نیست، بلکه همیشگی خواه شما جوابی درست گفتید، خواه شما جوابی نادرست گفتید، شما برد میکنید. جوابی درست گفتید، دانشتان را سنجیدید. جواب خطا گفتید و ان همین روزی که جوابی خطا گفتید، لحظه ای که جوابی خطا گفتید، در معنی شما، در خاطره یا در حافظه های شما، مثل که در سنگ با یک نقشی که در سنگ نقش کشیده می شود، در ذهن شما نوشته می شود. یعنی دویم بار فراموش نمی کنید وقتی که اگر خطا کردید، اما وریانت درست، جواب درست را شما شنیدید و دوباره دیگر در ذهن شما جای می گیرد و شما باخت ندارید، همیشگی برد می کنید. دوام میدیم تماشابینان عزیز. آنهایی که همه در جاهای اول هستند: رقیه، حارثه، تیمیه، سعید، واریس، مبارک باشد. سوال رقم 5: جن و انس را فقط برای خود آفریدم. سوره ذاریات. فقط برای چی؟ نمازخوانی، عبادت، زندگی، معیشت، کدامش درست است؟ جن و انس را فقط برای خود آفریدم. جای نقطه را پر کنید تماشابینان عزیز. کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید؟ بله، واقعا همه میدونند چون در نمازهای جمعه بسیار همین در موعظه ها همین آیت را گفته میگذارند. من ترجمه معنا را این لحظه باری دیگر برای شما میخوانم تماشابینان عزیز. و جین و آدمی را نیافریدم مگر برای هدفی بزرگی، تا تنها مرا عبادت کنند، نه غیر مرا. در تفسیر سعدی آمده است. الله تعالی میگوید که جنها و ما را، انسان ها را، تنها برای هدفی بزرگ آفریده است تا که عبادت کنند، یعنی عبادت کنیم. و نه همین جوابی درست بود تماشابینان عزیز. کمی شاید خنوکی ها تاثیر کرده باشد، اما اهمیت ندهید تماشابینان عزیز. خب آنهایی که در جاهای اول هستند شما رو اکران میبینید. از غیر خودتان کافران را دوست پنهانی بر نگیرید. کدام از این سوره هاست؟ آل عمران، سوره نساء، سوره مائده و یا بقره. از غیر خودتان کافران را دوست پنهانی نگیرید. مگر چنین میشده است؟ مگر چنین سوره هست؟ بله دوستان عزیز، بله تماشابینان گرامی، البته هست و این سوره آل عمران است. آیه 119. ترجمه معنا رو من این لحظه یک کوتاه خوانده میگذارم تماشابینان عزیز و بعد از آن دوام میدیم. سوره آل عمران آیه 119. آگاه باشید. ترجمه عینی معنا رو من این لحظه میخونم. بیایید بهترش از تفسیر خوانیم، از تفسیر
کوتاه‌تر چون که معنای درستش را فهمید. آگاه باشد که شما آنان را دوست می‌دارید و حال آن که آنها شما را دوست ندارند. بعضی از کافران شما آنها را پنهانی دوست می‌گیرید، درباره آنها آمده است. و حال آن که آنها شما را دوست ندارند. شما به همه این کتاب‌های نازل شده ایمان آورده اید، یعنی به تورات و انجیل و به فرقان و به اون 4 کتابی که ما گفتیم ما ایمان آوردیم و آنان به کتاب قرآن ایمان آوردند. پس چگونه آنان را دوست می‌دارید؟ ثواب چون شما را ببینند گویند از روی نفاق ما هم ایمان آوردیم و چون خلوت کنند از غایه کنایه به شما کنایه کرده به شما دارند و سرانگشت خود به دندان گزند از آنچه می‌بینند از الفت و محبت مسلمانان با همدیگر. بگو با خشمی که دارید بمیرید و البته الله و آنچه که در درون سینه هاست داناست و هر کس را از آنچه پیشتر آماده کرده است خوبی یا بدی جزا می‌دهد. الله آنچه را که در دل کفار و منافقین بود برای بندگان مؤمن خود بیان کرد. تفسیر بغوی و تفسیر سعدی است. یعنی مسلمان ها و تورات و به انجیل و به زبور و به قرآن باور دارند. یعنی 4 کتابی الهی. اما کافران باشند ایمان ندارند و آنها را چون که ما و شما این لحظه گفتیم از غیر خودتان کافران را دوست پنهانی بر نگیرید. یعنی الله تعالی این را امر کرده است برای ما گفته است. آنهایی که به جاهای اول بار اومدن تماشاگران عزیز ما و شما میبینیم این لحظه ها سمیه، حارثه، ابوبکر، عبدالله و ریس، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. تبریک میکنم شما را. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس که همین سوره را خواند گویا سیه که قرآن را به دست آورده است. کدام سوره؟ سوال آسان است. کدامی از این وریانت هایی که شما در تلفن موبیلی خودتان زیر بعضی رنگ ها دارید؟ نوزده نفر جوابهای درست گفتند. بله سوره اخلاص مبارک باشد. ماشاءالله بهترین رقابت. افنان، عبدالله شریف، سمیه، ابوبکر. تبریک میکنم شما را. خردترین سوره قرآن کدام است؟ کوثر، عصر، نصر، بقره. کدامش درست است؟ مایده ترین، کوتاه‌ترین سوره قرآن کدام است؟ بعضی سراسیمش نمیخوانیم در نمازهایمان. دیدیم که بین پیشین و عصر وقت کم باقی مانده است میخوانیم گاه ها میشود، یا اینکه مغرب و نماز عشاء وقت کم مانده است میخوانیم. ولی 17 نفر جوابهای درست گفتن سوره کوثر. تبریک میکنم شما را. ماشاءالله بهترین. رقیه، معاذ، افنان، منوچهر، ابوبکر رقابت بهترین دارید بین خود. و سوالی رقمی 9. اولین همسر محمد صلی الله علیه و سلم چی نام داشت؟ عایشه صدیق، حفصه بنت عمر، خدیجه بنت خویلد، ماره قبطیه. کدامش درست از آن وریانت‌هایی که شما میبینید؟ اولین همسر محمد صلی الله علیه و سلم چی نام داشت؟ عبور نشوید تماشابینان عزیز. اگر فراموش کرده باشید لایک مانید زیر نوار. اگر فراموش کرده باشید
21 نفر جوابهای درست گفتند. بله، خدیجه بینتی حویلید. آنهایی که در جایهای اول هستند روی اکران شما میبینید. سوالی نهایی برای امروز. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت پروردگار من قوم من قرآن را ترک گفتند. آیت قرآن است. در کدام سوره؟ منافقون، بقره، مجادله و یا فرقان؟ کدامش درست است تماشابینان عزیز؟ خب کمترین ها جوابی درست گفتند. در سوره فرقان. در سوره فرقان آیت 30. بیایید آن را کوتاه ترجمه معنی را گفته میگذاریم. پیامبر از کردار قومش شکایت کرده گفت ای پروردگار من قوم من ترک قرآن کردند و در آیات آن نه اندیشه میکنند و نه به آن عمل میکنند. در این آیت بیم داده می شود آن کسانی را که قرآن را ترک نموده و به آن عمل نمی کنند. و واقعا چنین است. تماشابینان عزیز ببینید زیاده از 1400 سال پیش ان همین گونه آیت نازل شده است که به امروز نیز موافق است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم از قوم خودش شکایت کرده گفت ای پروردگار من قوم من ترک قرآن کردند در آیات آن اندیشه میکنند، یعنی اندیشه نمیکنند و نه به آن عمل میکنند. امروز نیز همین گونه است. اکثریت از دوستان ما و شما، نزدیکان ما و شما خودشان را مسلمان میگویند. ما مسلمان هستیم به نام میگویند، اما در قرآن نه اندیشه میکنند و نه با قرآن عمل میکنند. این هشدار را ببینید که 1400 سال پیشتر آمده است. الله پاک است. این به همان مردمی که در همان زمان بود آمده رسید و امروز به آن مردمی که در این زمان زندگی میکنند مانند است. و ببینید که مسلمانان چگونه بودند و امروز هم همه خیل است. الله در پناهش نگه دارد و واقعا ما و شما را از آنان گرداند که به قرآن نزدیک باشیم و در آیات‌های قرآن کریم اندیشه کنیم و با آن عمل کنیم. آمین. و دعاگو باشید تماشابینان عزیز که همه ما و شما از مردم هدایت یافته باشیم و آن دوستان ما و آن نزدیکان ما نیز از هدایت یافتگان باشند. آمین. معاذ جای سیوم مبارک باشد، افنان جای دویم مبارک باشد و ابوبکر جای اول مبارک باشد. تبریک میکنم شما را آنهایی که امروز در برنامه ما اشتراک کردند و ببینید چقدر مردم امروز نیز اشتراک کردند و حالهای خوب هم گرفتند. روی اکران شما میبینید تماشابینان عزیز. تبریک میکنم شما را، هر یک از شما را تبریک میکنم. و تماشابینان عزیز اینجا وقتی پایان برنامه امروزه ما آماده رسید و من با شما خیر و خوش میکنم تا بخوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد و در نهایت انشاءالله پس از چند لحظه دیگر من تکراری برنامه از کتابی اصولی اعتقاد برای شما پیشنهاد میکنم. شما این لحظه میتوانید آن را تماشا کنید و بعد از کوشش میکنیم که هفته آینده برنامه آماده کنیم و اگر نه یک چند مدت برنامه ما شاید که پیشنهاد شما کرده نشود چون به بعضی سبب‌های تکنیکی و انشالله باز اعلان میکنیم که برمیگردیم حتما و امیدوار هستیم که شما
برنامه رو به دیگران نیز روان میکنید و دیگران نیز باخبر میشوند و انشالله در برنامه های آینده هم شما و هم نزدیکان شما اشتراک خواهند کرد. من با شما خیر و خوش میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیه و سلام به بهترین بودن آنها شهادت دادند، چنانه که در صحیح بخاری و مسلم ثابت شده است. بهترین عصرها عصر من است، سپس آنهایی که بعد آنها آمدند، سپس آنهایی که بعد آنها آمدند. حافظ ابن حجر معین کرده گفتند که بهترین عصر تا سال 220 هجری است. عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم آنهایی که پیغمبر را دیدند، یعنی صحابه ها. عصر بعدی آنها تابعین و سپس تبع تابعین می باشند. صحابه شخصی است که در حالت مسلمانی با پیامبر صلی الله علیه و سلم واخورده باشد و از عالم مسلمان گذشته باشد، مانندی ابوبکر و عمر و عثمان و علی و ابو هریره و عبدالله ابن عباس و غیرها. تابعین مسلمانی که با صحابه واخورده از او حدیث روایت کرده است و از دنیا مسلمان گذشته است، مانند سعید ابن مسیب و حسن بصری. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیز موافق یکی از قولها تابعین بودند، برای آن که انس را دیدند و از او 2 اثر روایت کردند. تبع تابعین مسلمانی که با تابعین واخورده از او حدیث روایت کرده است و از دنیا مسلمان گذشته است، مانند امام مالک و قاضی ابو یوسف، سفیان ثوری و سفیان ابن عیینه و غیره. این 3 عصر بهترین عصرها می باشند. در این 3 عصر بزرگترین عالمان اسلام عمر به سر بردند. کسی به آنها پیروی کند در حقیقت به شخصان صالح پیروی کرده است، زیرا این 3 عصر را سلف صالح می نامند. خلاصه سلف اهل 3 عصرهای صدر اسلام می باشند. همچنین به شخصانی که هم در اعتقاد و هم در عمل و نجح و زهد به سلف صالح اقتدا می کنند نسبت داده می شوند. آنها را اهل سنت و جماعت نیز می نامند. در عصرهای آخر برخی خود را سلفی نامیده دایره آن را تنگ کردند و بسیاری مردم را به اهل بدعت حکم کردند. اینها از سلف صالح فرق بسیار دارند، علال خصوص در باب فهم و عمل، از جمله تقوا و زهد، آداب و اخلاق و غیره. ولی آنها تنها در نام مانند هستند و بعضی عالمان آنها را نه سلفی بلکه مرجعی عصر می نامند. بنای اسلام 5 است. 1. شهادت دادن که الله تعالی یک و یگانه است، جز او دیگر معبود برحق نیست، و شهادت دادن که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری است. معنای معبود ذاتی که عبادت پرستش کرده می شود. 2. 5 وقت نماز را در یک شبانه روز ادا کردن. 3. زکات مال را به سزاوارانش دادن. 4. روزه ماه مبارک رمضان را داشتن. 5. در عمر 1 مرتبه حج خانه کعبه کردن. معنای عبادت. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در تعریف عبادت چنین گفتند: عبادت اسم جامع است و برای هر چیز گفته می شود که الله تعالی
دوست می دارد و راضی می شود، خواه عملهای زبانی باشد، خواه جسمانی، خواه پنهانی باشد، خواه آشکارا. به مانند نماز، روزه، صدقه، تعلیم علم، دعا، قربانی کردن به پدر و مادر و همسایگان، نیکی کردن. حتی شخصی که مهنت می کند، خواه زراعت، خواه صناعت، خواه تجارت، اگر مقصد از آن عمل خود و اهل عائله‌اش را با لقمه پاک و مهنت حلال تامین کردن باشد، این همه عبادت است. الله تعالی دوست می دارد که انسان با مهنت حلال خود لقمه پاک به دست دارد و از این عمل راضی می شود. بجز الله تعالی یگان کس را با یگان نوع عبادت ها پرستش کردن درست نیست. کسی بجز الله تعالی دیگر کس یا چیز را عبادت کند، در حقیقت به الله تعالی مخلوق را شریک آورده است و از دین مبین اسلام خارج می شود. تمام عملهای صالحش برباد و بیهوده می شود و اگر توبه نکرده وفات کند، در آتش دوزخ ابدی می سوزد.